من یه هندشناسم. همه فکر میکنن ما همه چیز از هندوستان میدونیم، در صورتی که من بدون این کتابا و این همه کتاب زندگی نمیتونم بکنم. من یه هندشناسم. خیلی‌ها به اشتباه فکر میکنن که من رابط مردمی بین مردم و سلمان خان و شاهرخ خانم و خیلی‌ها میان از من آدرس و شماره تلفنشون رو میخوان. من یه هندشناسم. هر کی ازم بپرسه که یه کتاب به من بگو که کل هندوستان رو خلاصه کنه، من فقط میگم شریمات بهاگاوات گیتا. من یه هندشناسم. روزی 500,000 نفر آدم میاد پیوی من ازم سوال میکنه که چرا هندیا گاو میپرستن. من یه هندشناسم. من تو هندوستان زندگی نمیکنم ولی هندوستان رو آوردم تو خونم. من یه هندشناسم. روزی 50 بار به مردم جواب بدم که چرا هندوستان رو انتخاب کردم. من یه هندشناسم. با وجود فعالیتی که چندین سال تو فضای مجازی دارم و زحماتی که واسه تولید محتوا میکشم، اصلا تو فضای مجازی حمایت نمیشیم. من یه هندشناسم. اگه میخوای بیشتر در مورد هندوستان بدونی، پیج هندوستان گردی رو فالو کن.